فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگه ما از اسمشان شهرام است، سلام کردن و بعد از سلام میگن حضور یافتن در مجالس مولود پیامبر صلی الله علیه و سلم که مولود خوانی میشه، البته در او شرک نباشه، از چه حکمی داره در چنین مجالس حضور یافتن؟ در اصل بدعت ها از کم شروع میشوند و به بیشتر و به مراحل آلودگی های شرکی و خرافات و دیگر اباطیل میرسند. و منکرات هم از اندک شروع می شود و ادامه پیدا میکند تا اینکه ترکیبات دیگری با او یکجا شود و به موارد نامشروع دیگری برسد. و همچنین مولود در ابتدای تأسیس خود، در ابتدای تأسیسش که در قرن 6 هجری بود، در زمان پسر نورالدین زنگی در حلب اولین جریانات مولودی بود و پیش از او اسماعیلی ها و یعنی آقاخانی ها و اسماعیلی هایی که در حکومت داشتن به نام عبیدین در مصر، آنها هم برنامه های مولودی داشتن. اما بار اول در اهل سنت قرن 6 هجری در حلب یعنی بدعت راه اندازی شد و آهسته آهسته در این شرکیات و دیگر چیزها اضافه شد و بدعت کمش بوده باشه یا که بیشش نادرست است و باید از او اجتناب شود.